سوخت سینما و مرکز پرودوسری فوتورا مگنیوم تقدیم می‌کند. فیلم محی‌الدین مظفر. فیلم اساسی واقعی دارد. تاجیکستان، عینی، سال 1978. توقعت کن عزیزم. توقعت کن عزیزم. چکور نفس. حاضر. ها! دستر حل کنه. وای دیگر توقعت ندارد. حاضر تولد میکنه. توقعت کن زنی ابله. رو نمیبینی؟ اغبا سوخی. حاضر تولد میکنه داخیر. باز چی قدری دیگر ماند؟ در جایت شین. عزیزم. داد زن. چکور نفس گیر. تیز نفس گیر. کمک که دیگر توقعت کن. دستت رو به من ده. عزیز ما چکور نفس گیر. چکور خدایا. عزیز ما جان توقعت کن. حاضر میرسی. توقعت کن. تقوا جانش جاندار شده پسرچه مبارک شود. شیرینکی من اصلاکی من ببین چقدر جوان پهلوانی نازنین. آفرین مادر جانش. از میلیون یکی. قصه تولد من نیست، نه کمتر از آن سرگذشته که چند پیش با من روی داد جالب است. چون این به نظر می رسد که خداوند از روزی تولدم استواری مرا می آزماید. در آینه من فرزند دهم به دنیا آمدم، اما حس شادی و خوشنودی را به زودی غم و اندوهی دهشت‌آور تیره نمود و من مجبور شدم نظر به همسالانم پیشتر به بلاغت برسم. قرقیزستان، بیشکک، سال 2007. با عقب نگریسته من درک می کنم که برای پسرچه از دهه دوردست کوهی در کشوری که قحطی و دهشت جنگ را از سر گذرانیده است شانسی به موفقیت نائل شدن خیلی کم بود. اما همه ما تعبیر آن چیزی که ما را کشته نمیتواند قوی تر میگرداند را شنیده ایم. همه آن درد و رنج و عذاب‌هایی که خداوند نصیبم گرداند مرا به جای آوردن که حالا قرار دارم. پشیمان نمیشه. آغاز میشه. وقت خود را به چی صرف کرده بود؟ شما به چیزی که وقت خود را صرف کنید آن فکرت شما را تاثیر می‌دهد و فکرت شما به تقدیر شما تاثیر می‌رسد. سلام. دعوتنامه خود را نشون افراد موفقیت شما ببخشید؟ فکرت شما برای آینده به فکر شما. چرا اکثر آدمان عاقل دارنده دیپلم‌های زیاد در زندگی موفق نمی‌شوند؟ به آن طرف گذارید. به فکر شما شخص موفق کیست و موفقیت برای شما چی است؟ کی به من میگوید؟ زیاد کار کردن، آزاد بودن و کسی اهمیت ندادن، پولی زیاد، معاشی بلند، معاشی زیاد گرفتن،
از جهت مالیوی مستقل بودن. من میدانم. من جواب داده میتوانم. موفق بودن این معنای داشتن آزادی مالیوی است. به عباره دیگر پول زیاد گرفتن و برای دیگران نمونه شدن است. پیروان خود را با نمونه شخصی هوسمند کردن، برای خود هدفهای پرمضمون گذاشتن و از همه مهمتر به آنها نایل شدن است. برای منصب تلاش کردن، وظیفه بلندتر گرفتن و از نفوذ خود بهره بردن. بله، و باز البته که در طلبات بودن. اما به همه گفته های بالا یک اما وجود دارد. یک امای خردکک ولی خیلی مهم. اما در برابر این آدم نباید قلاب و فریبگر باشد. کیست قلاب؟ دولتوف سید مراد رجبویچ، شما با جرم قلابی دستگیر کرده میشوید. لطفاً به من مایور مینبایف، انا حجت من. شما باید با ما آیید برای روشن کردن تمام حالتهای پرونده. از بالای شما عریضه شکایتی نوشته. چه عریضه؟ برای صادر نمودن عملهای قلابی. دستانش رو ببندید. افتیدن من به ورطه ناامیدی برایم ناگهانی و از حد زیاد تعجب آور بود. من یک بار از همه چیز محروم شدم. نتیجه مهنت چندین سالم در نزد چشمانم مثل نمی بالای سنگ تفسان بخار می شد. اما بدترین چیز برایم این گم کردن باوری بود. از باوری کسی برآمدن خیلی آسان است، ولی آن را دوباره به دست درآوردن خیلی مشکل. این امتحان نوبتی تقدیر برایم یک امتحان نوبتی واقعی گردید برای دریافت عنوان انسان ارزنده. این شتاب امکان پذیر گردید. 174 نفر با او مبلغ‌های خود را برای ماجرای شبهناک باور کردند و تو این را پی نبردی. او به مامور و محاسب پوره داده. خیریت که محاسب به همش اقرار شد. تشکری زیاد. تو در کجا بودی ها؟ من تمام این مدت در بشکک نبودم. من با آنها باور میکردم. سعید، یعنی چی طور باور میکردی؟ تو مثل کودکان حرف میزنی. آخرین بیزنس. ایربال من از کجا میدانستم که او با آنها پاره میدهد؟ آخر من با آنها چندین سالها باز همکاری دارم. خوب، ما وقتی ناله کردن نداریم. مشکل را باید حل کرد. مبلغ زیان آن را به تو اعلان کردند؟ ها؟ 1,846,000 دلار است. دلار! آه ابله، من هیچگاه به او باور نمی کردم از همون اول. ببخش من در اکشایم. برو گپ هست. اسکر، در اینجا چی گپ هست؟ از من قرض داری و تو این رو میدانی. حساب کنک فعال است. میدانی با عیبی تو من چقدر زیاد ضرر دیدم. 4 ماه باز پولهای خودم را انتظارم. اسکر، آخر به تو وعده دادم که همه این چی لازم است؟ وعده دادی؟ چی را؟ این به تو نه سیرک است و نه تئاتر که با افسانه های خود سری مردم را گران کنی. به من خاکت رو میبیزم. اسکر، تو چی؟ برو شو. یعنی سعید تویی؟ بله. تو چی از خود رفتی؟
گوش کن سعید، یا پولها رو برمیگردونی یا میمیری. فهمیدی؟ فهمو؟ شما چرا به خود روا میبینید؟ این چی رفت؟ اینجا چی گپ است؟ تو کیستی؟ با تو چی لازم؟ چرا آمدی؟ دفع شم از اینجا. ایستا! از جرأت نشو! گوش کن اسکر. من میپرانم. آرام شو. اونا رها کن. اسکر ایستا، آرام شو. سیلات رو فرار. رها کن. تو سیلات رو فرار. من باشد او رو رها میکنم. آرام. میشنوی؟ سیلات رو پایان کن. رها کن. میکنم. تمام. انا تمام. آرام شو. سیلات رو پایان کن. نه شما و نه ما از این اگه فایده نمیبینیم. فرار. نه با شما نه با ما مشکل لازم نیست. فرار. انا ما اینجا ایستاده ایم با هیچ کجا نمیرویم. تمام. اسکر، من به تو وعده داده بودم که برمیگردانم همین طور. چی ها میگویی سعید؟ حاضرین بار صبر کن. گوش کن. بله من وعده داده بودم، ولی لطفاً به من بگوی تو حدی اقل یک بار با من پول دادی؟ این پولهای من. ها، ولی تو آنها رو نه به من بلکه برای فایده به دست آوردن به دیگران دادی. من پولی نگرفته رو برمیگردانم. سعید تو عقلت رو خورده ای؟ چی ها میگویی؟ صبر کن یربال، تو مرا میفهمی؟ من یگان بار به خونه‌ات رفتم، از تو قرض پرسیدم. نه، و تو این رو میدونی. در مدت یک ماه برمیگردانم. این همه شده پول است، میفهمی؟ تو چی ها میگویی سعید؟ من به تو 1 ماه مهلت میدم. 1 ماه. تنها 1 ماه. خوب فهمیدم. 1 ماه فهمیدی؟ خوب 1 ماه. فهمیدم. تمام بچه ها. 1 ماه مهلت میدم. اصغر روید. این چی بود سعید؟ تو عقلت را خورده ای؟ آخر تو اون پول ها رو نگرفته ای؟ ما ادوکات های بهترین رو کرا میکنیم. بله ادوکات های بهترین رو کرا میکنیم و آنها بیگناهی ما اثبات میکنند، با آسانی اثبات میکنند. ولی این پول های مردم را بر نمیگرداند. آدمان فکر دارند که من شریک فلیمینگ هستم، ولی او دست نور است. آخر آنها پول هایشان را به شرکتی من سپاریدند. گوش کن، این فلیمینگ همه آنها را فریب داده است، ولی چرا تو باید به جای او پرداخت کنی؟ ها؟ گوش کن، این مبلغ کلان است. حتی اگر تو تمام اموال خود را فروشی هم این مقدار پول را جمع کردن نمیتوانی. من این را میفهمم و این را مثل وجود داشتن ارزش‌های انسانی خیلی خوب میفهمم که بعد آنها را هیچگاه با یگان خیل پول خریده نمیشود. من انتخاب داشتم که قرض‌های دیگری را برگردانم یا نه. من آنها را نگرفتم، یگان تینش را، و حق دارم آنها را رد کنم. ولی بچه چی مهمتر است، پول و یا ارزش‌های انسانی من؟ با این بار چطور زندگی خواهم کرد؟ من پول کار کرده میتوانم. این تنها پول است. اگر برای پولهایشان به این آدمان کمک نکنم خودم رو هیچگاه نخواهم بخشید. دیگر خودم رو احترام نخواهم کرد و خصوصا داغ نام نیکم را نتوانم شست. The space of a human being is first and foremost psychological. Then and only then is it economic and social. فضای شخصیت انسان این روح است. بعد آن اقتصادیات انا بعد جهت اجتماعی. When it comes to management and business relationships, وقتی که سخن درباره اداره کنی و مناسبت‌های کاری می‌رود، it is impossible
to ignore the psychodynamic factors. عامل‌های پسیخودینامیکی رو نادیده گرفتن ممکن نیست. من میخواستم به شرکت شما آبونه شوم. Mr. Said Murad would like to join your company. اینچنین میخواستم برنامه آموزشی شما را بگذارم. To take your training course. مرا برنامه تعلیمی شما خیلی به شوق آورد. And he's very interested in your investment program. Well, you certainly have good taste. I think we can take care of that today. او میگوید که شما سلیقه خوب دارید و ما میتوانیم در این باره صحبت کنیم. من هم برای همین به اینجا پرواز کردم تا که شما را در آینده به قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان برای همکاری دعوت کنم. That's why he came here today, and he would like to invite you in the future to Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, and Tajikistan. Work together. What do you think about? I think we can do that. فکری بد نیست. ما میتوانیم. تشکر با شما. تشکر. If you want to be successful in earning money, اگر شما موفق شده پول کار کردن خواهید، then you need to reprogram your thoughts to those of a millionaire. با شما لازم است تفکر خود را به تفکر میلیونر عوض نمایید. Invest in a business. با تجارت سرمایه گذاری کنید. Invest in a partnership. با شریکی سرمایه گذاری کنید. Invest together with people who have ability and skills. یکجا با آدمانی که ملکه و امکانیت دارند سرمایه گذاری کنید. Invest together with people who will give a personal guarantee. با آدمانی سرمایه گذاری کنید که کفالت شخصی داده می توانند. Invest with me. با او سرمایه گذاری کنید. I'm a millionaire. من میلیونرم. Invest with me and make money. با او سرمایه گذاری کرده پول کار کنید. We have projects. ما لایحه های زیاد داریم. Hotel. مهمانخانه ها. Real estate and construction. ساختمان اموال غیر منقول. Nightclubs. کلوب های شبانه. Restaurants. طربخانه ها. And more. و امثال اینها. All of these are in Ukraine now. همه این حالا در اوکراین. And they'll be coming to Kyrgyzstan, Kazakhstan, and Russia in the near future. و در آینده نزدیک آن در قزاقستان، قرقیزستان و روسیه خواهد. Who wants to be my partner? کی میخواهد شریک او شود؟ Who wants to be a millionaire? من میخواهم. Looks good. همه چیز واضح و خیلی باسوادانه. من هم از شما چیزی دیگری را انتظار ندارم. 5,000. در حال پی بردم که شما متخصص حقیقی هستید. اینک با کار خوب مزد خوب باید داد. شما حق هستید. این خیلی بهتر. در فرق از دیگران شما امکانیت واقعی به دست آوردن پول کلان را دارید. سوال در آن که آیا شما آماده اید آن را استفاده برید؟ همه‌تان مرا خوب میشناسید. در اینجا 174 نام است. این آدمان پولهایشان را از دست دادند. من نیت اصلاح کردن وضعیت را دارم. خواستم از بانک قرض گیرم و با همه این آدمان یک بار حسابی کنم. اما به گرو به من قرض نمیدهند و برای گرو ماندن دیگر چیزی ندارم. همه اون چیزی که فروختن و دادن ممکن بود من الکی فروختم و دادم. از افتشین یک حلقه سربسته است. من شما را دعوت کردم تا از شما خواهش کنم که باز یک بار دیگر به من باور کنید اگر توانید. فردا نصف روزی من با نمایندگان بانک ملاقات دارم. من باید به آنها چیزی را همچون گرو پیشنهاد کنم. اگر شما تا حال با من اعتماد داشته باشید لطفاً به من کمک کنید. در هر صورت من از شما منت دارم. اگر شما توانید و تصمیم گیرید فردا صبح شما را انتظار می شوم. تشکر.
بله من مجبور بودم این را از سر گذرانم. به نظرم چنین می نمود که من همین حال و نور آخرین امید را از دست می دهم و همه چیز در گرد و اطراف به تاریکی گذرنده فرو می رود. در پس آن خط ناامیدی مرا چه انتظار است؟ من در کنار ورطه ایستاده دستانم را در جستجوی نجات به هر طرف دراز می کردم. هر یک شخص پر از خاطره هاست و هر یکی ما جایی داریم که در آن خاطره هایمان واضح تر می شوند. برای من این واحه آرامی در بین کلان شهر پرغوغا به مکانی پرستش تبدیل یافت. مکان قدرت، چهارراهی در حیات من. گاه تقدیر مرا به نزد این خرک چوبین می آورد. از اینجا من به راهی طی کردم نظر می افکنم و از همینجا به آینده خود می نگرم. تنها به تو امیدوارم. مرا برای راستت هدایت کن. روسیه، مسکو، سال 1996. با مادرم گوی که پسری وی به اینستیتوت داخل شد. $300 میبیاری دانشجو میشوی. مرا از رحم نگردانید. من باید به روسیه روم. سلام. حجتهایتان را نشان دهید. کار نیست. رو از اینجا. کار لازم است. با همه کار لازم است. جای خالی نداریم. خدایا باز همین احوال گویا که در عاقل زندگی میکرده باشم. پرتوها رو به هر طرف باش دارم و کجاهایی که زنگ نزدم کسی اهمیت نمیده. همه بپروا شدن. در همسایه ها رو هم میکوبم باز نمیکنن. درآمدگاه ها رو عموما تازه نمیکنن. مگر این خیلی ممکن است به خودی کس هم به اینجا در آمدن نافارم است. جین زند همه تان را. ای خدا. تو کیستی؟ از کی میپرسم؟ اینجا چی کار میکنی؟ من اینجا میخوابم. چی اینجا برایت خوابگاه است مگر؟ بیرو با کی میگویم؟ بیرو زودتر. حاضر میلیسه را دعوت میکنم. مالش. اینجا را جایی شب گذرانی کردند. انا رفتم. بیرو باز گپ هم میگرداند. از دست اینها روز نداریم. از خود رفتند.
Салом алейкум. Ва алейкум барсалом. خداوندو عالم خراب است تنها از تو امیدوارم غیر تو ندارم هیچ کس خداوندو مرا برای راستت هدایت کن میدانم که عاقبت کارم خوب می شود از همینم به تو توکل دارم خداوندو به من قوت بخشون به این عذاب و مشقت تا بارم بقیه‌تون تشکر سلامت باشید سعید برو لبه چجون اینجا بیا پسرم بازیر حالا بین سعید مراد تخته در کنده شده افتیده است این رانه خیلی به جایش مانده میخ زدن در کار من نمیتونم چجون هیچ گپ نی پسرم من به تو یاد میدم اینجا انا این میخ این تیشه میخ رو با تخته میمونی تیشه رو راست میکنی با سری میخ میکن فهمیدی؟ نه زکک نگاه دیدی؟ آن اکنون میخ رو گیرو با تخته زن سعید مراد تو چیکار کرده ایستاده؟ از روی گفته شما میخ رو با تخته میزنم چشمانت رو چرا میپوشی؟ میترسم که تیشه با کنی دستانت رو با تخته مان چشمانت رو پوش آن اکنون با چشمانی کشوده دستانت رو با تخته مان سعید مراد تیشه رو دیدی؟ نو گشتیست انا دیدی پسرم به هر آدم چشم در کار با چشمانی پوشیده از مشکلی ها ترسیده از عهده یگان کار برآمده نمیتوانی به هر مشکلی نترسیده راست نگاه کن اما با چشمانی کشاده اگر خواهی از عهده همه کار برآمده میتوانی آن اکنون میخ رو گیرو به تخته زن آفرین
سعید لباسهایت کجا شدن؟ تشکر برادر. چی واقع شده است؟ من دیگر باربردار شده کار نخواهم کرد. دیگر چیکار کرده میتوانی؟ حالا نمیدونم. ولی دقیق باربردار نه. تشکر برای همش برادر. تا دیدار. سلام سید مراد رجبی. سلام تلگت. من وای تمام شب فکر کردم. با خلاصه اومدم. انا گیرید. چی بود استین؟ این حجت های خونه هم است. مرحمت گیرید. تلگت من نیکیت را فراموش نمی کنم. تشکر دوستم. این خیل نگویید. شما با من معنای زندگی رو برگرداندید. باری دیگر تشکر. من این روز را هیچگاه فراموش نخواهم کرد. بسیاری از آنهایی که حجت‌های خود را به اداره من آوردند با یگانه چیزهای ارزشناک خود توکل کردند. قزاق‌ها، روس‌ها، قرغیزها، اوکراین‌ها، آنها برادر و خواهران من شدند. دستگیری آنها نیروی مرا 10 برابر زیاد کرده نگذاشت که تسلیم شوم. به نظر چنین می نمود که باز کمی کوشش دیگر و به بهبودی امید بستن ممکن است. ولی متاسفانه همه چیز نه آن طوری صورت می گیرد که ما به نقشه گرفته ایم. متاسفانه باند که ما با شما قرض داده نمیتواند. شاید که یگان راهی دیگر هست. نه، یگان راه دیگر نیست. سلامت باشید. سید مراد رجبویچ. بله. کمیته قرضی قرار خود را برآورد. رد شد. خیلی متاسفم. چرا رد شد؟ متاسفانه درآمدهای شما با طلباتهای ما جوابگو نیستند. با بانک‌های دیگر مراجعت نمایید. مرحمت. چی واقعه روی داد؟ من نمیفهمم چرا آنها رد کردند؟ آنها به این حق دارند. ما اکنون چی کار میکنیم؟ کار میکنیم. روح افتاده شدن لازم نیست. به ما منبع درآمد لازم است. برای 1 سال و بیشتر از آن نقشه میکشیم. آی جان، جدول نوی آموزشی را ترتیب بده. شاید که این بهتر باشد. وقت نشان میدهد.
در قطار روانه‌ایم. از تریزا نگاه کن. میبینی چگونه منظره تغییر می‌یابد. نوکک یک جنگل زیبا بود. حالا باشد ایستگاه. زندگی ما همین طور می‌گذرد. ما پی نمیبریم که منظره چگونه تغییر می‌یابد. گویا که ما یک فیلمی را به درازی حیات تماشا کرده ایستاده باشیم. تنها رویدادها، وضعیت‌ها تغییر می‌یابند. و در همین چیز سعید، مهم چیزی اساسی را از دست ندادن. چشمانت را بپوش. حاضر در فکر خود تمثال آینده درخشان خود را تصور بکن. لینا سعید کجاست؟ خدایا سعید. روسیه تومین سال 1998. چونین جسور و خودباور همان کسی می شود که خیلی خودباور است. انا تو در کجای دانشمند؟ تو را خیلی جوستم. روی خطی خریدی دیروزمون در کجاست؟ انا در اینجا همش نوشته شده است. خیلی خوب. یعنی که کتاب خون هستی؟ بله، این کتاب خیلی شوق‌آور است. زیگموند فروید. این خیلی کتابی جدی است. یعنی که به پسیخولوژی مراق داری؟ من به همه چیز مراق دارم. به من انسان عجیب است. دنیای باطنیش و باز فکرهایش، عملهایش. میفهمید؟ این خیلی عجیب است. انا این آدم فرید به باطن انسان نظر کرده، او یک فکرهای خیلی خوب دارد. انا گوش کنید که من چی نوشتم. در اینجا اولین انسانی که به جای سنگ سخنهای قبیح پرتافت، یعنی دشنام کرد، آفرنده تمدن بود. او خیلی خوب گفته است. این رو بحث کرده نمی شود. میدونی اندیشرانیت به من پسند است. در واقع به شهر ما الکساندر زالین تشریف آورده است. او یک زن مربی است و از روی سیستم نوربیکوف درس میگذراند. انا من هم مثل آنهایی که میخواند با این سیستم از نزدیک شناس شوند با کورس‌های 10 روزه نامنویس شدم و البته که تو را هم برای بار اول شناس شدن روز دوشنبه نامنویس کردم. آرزو چی است؟ آرزو این خواهش های شماست. این نیروی باطنی شماست. وقتی که شما آرزو دارید، شما همه کار رو میتوانید. ولی مهمش باید فهمید که تا چی اندازه آرزوی شما قوی است. اگر شما آرزو داشته باشید، آنگاه در شما جای برای شبهه کردن نمیماند. برای داشتن کاری خوبی امیدبخش چی به شما خلال میرساند؟ هیچ چیز. برای داشتن دوستانی خوب به شما چی خلال میرساند؟ هیچ چیز. مهمش خواهش داشتن است. چیزی اساسی معین کردن آن که تا چی اندازه خواهش شما قوی است. آن خورده که کسایی این که مثل کائنات بزرگ. شما یگان مانعی ندارید. افقهای خود را وسیع‌تر کنید. آرزو کنید. با کمک نادژدا ایگرفنا که ما دفتر کاریش را تعمیر میکردیم، من به سمینار الکساندر زالین رفتم. آن به سیستم نوربیکوف بخشیده شده بود. گفتن دشوار است که چرا الکساندر به من توجه ظاهر کرد و با پیشنهاد غیر چشم داشت مرا به حیرت گذاشت. هر یک انسان 2 روز تولد دارد. باری اول تو چون ارگانیسم زنده به دنیا می آیی. باری دوم وقتی درک میکنی که کی هستی و کی شدن میخواهی. به من لازم بود که قرار تقدیرساز قبول کنم. از همون لحظه حیات من به کلی دیگرگون شد. نه، من نمیتوانم. از عهده‌اش نمیبرایم. این غیر امکان است. اگر تو چنین اندیشرانیت رو ادامه دهی، هیچگاه از عهده‌اش نمیبرایی. عموما هیچگاه از عهده هیچ چیز نمیبرایی. گوش کن. تو دو دل و بی جرأتی. تو جرأت نداری. تو هیچگاه از عهده هیچ چیز نمیبرایی اگر خودت به این باور داشته باشی. چون این زندگی به تو پسند است. پس بیا و خانه ها رو تعمیر کرده بگرد. ولی اگر تو مثل پیشتر از زندگی کردن نخواهی، پس شبهه هایت رو از خود دور کن. بالهای خود رو باز کرده پرواز بکن. خودتون رو چگونه احساس میکنید؟ هیچگاه روز اولین برآمدم را فراموش نخواهم کرد. این یک احساساتی نوی بود و من هم مجبور بودم که کاملا تغییر یابم.
خود فلسفه باطنی خود و نظر خود را به حیات تغییر دهم. من خود را پرره و کاملا به این روند بخشیدم. فکر کرده متنی از خود کرده‌ات رو میخوانی مثل دیروز در تمرین. دیروز تماشابین نبود. چخیل نبود. من چی؟ در یاد بگیر سعید، من از همه تماشابین جدیم و نظری تنقیدی دارم. من و تو اکنون در یک بسته ایم، دقیق ترش دسته. من باید 200% به تو باوری داشته باشم سعید. بیرو و این تالا را فتح بکن. من به تو باوری دارم. به پیش. دوستان عزیز، من با کمال ممنونیت سعید مراد دولتوف رو به شما معرفی میکنم. او به شما طرز درست اجرا کردن گیمناستیک بوم‌ها رو نشان میدهد. پیشواز گیرید. موفقیت. تشکر. سلام. دوستان عزیز، ما امروز با شما مشق بوم‌ها رو می‌کنیم. بگیر. این اولین مزد مهنتی حلال به دست آورده‌ات. تشکر. این هم برای تو است. بگیر. اینش چی؟ این دعوتنامه رسمی از دانشکده نوربیکوف است. آها. اکنون ما رو سفر مسکو در پیش است. چی؟ تو از روی سیستم اکادمیک روسیه، تعلیم خواهی گرفت مسکو، و در برابر این به سال دانشکده 2000. عالی دولتی اقتصادی مسکو داخل خواهی شد. تبریک میکنم. اکنون شما دانشجوی دانشگاه عالی اقتصادی هستید. تشکر. با کمیسیون قبول روید. من سفارش میدیم که حجتهای شما را قبول کنم. هیچ باوری هم نمی آمد که من دانشجوی دانشگاه روسیه می شوم. مرحمت، شما رو انتظارن. ولی این معجزه روی داد. همین طور تقدیر مرا باز با یک واقعی مهم روبرو کرد. من از خدای قادر مطلق سپاسگزارم که این واقعی را با استاد بزرگ نصیبم گردانید. میرزا کریم سنقلوویچ نوربیکوف برای همین بعد ایجادی من تأثیری کلان رسانید. الکساندرا خوش آمدید. تشکر. نام من یربال. الکساندرا از شناسایی شدم. یربال خیلی شدم. من با تشکیل کردن این ترینینگ های شما مشغول می شوم. در اینجا و در کاراگاندا. این یرلند دوداری من. او به ما در همه کار یاری می دهد. خوش. بیش برمه که غذا قیمه به شما پسند آمد. بلازتری نخوردم. بله خیلی بامزه. در آمدی گپ همسری من کدبانوی خیلی خوب. در آمدی گپ فراموش کردید که او همزمان مادری ما نیز هست. پدر و مادرم چون سخت دوست می‌داد که حتی ما فرزندان را به نزد او را نمی‌برد. البته دخترم. بگویید قزاقستان ما به شما معقول شد؟ بله. گوش کن. بیا به دالون برای شما باری اول در اینجایید. بله میدونید من در این باره زیاد خوندم. آرزو دارم که مدعا را ببینم. فکر دارم بچه ها شما رو میبرن. نه تشکر. من سیگار نمیکشم. کاری درست میکنی. نباشه چرا بر اومدی؟ همین طور. تو که تو رو نرنجونم. مینوشی؟ نه البته. من مومنم. نماز میخونم. خوب تو همه طرفه آدمی مثبت بوده ای. یعنی من آرزو دارم که سیگار کشی رو پرتویم. چند سال باز. آرزو دارم. تو این رو همین طور گفتی؟ نفهمیدم. چی گفتنی؟ تو گفتی که آرزوی پرتوفتن سیگار رو داری؟ این در حقیقت آرزوی تو است یا تنها یک عباره زیباست؟ من از حقیقت دور نبودم و در حقیقت این را آرزوی بسیار ساله هم گفتن ممکن است، ولی خودم از عهده‌اش دقیق نمیبرایم.
پس لطفاً به سوالم جواب بده. نه خود عملی گردیدن ارزوی تو از برآمدن به قله کوه بلند و یا گذشتن از بیابان تفسانترین دشوارتر باشد. چی گفتن میخوای؟ نفهمیدم. در دنیا آدمانی هستند که برای به آرزوهایشان رسیدن به کارهای وزنین دست زده خود را از همه گونه لذت‌ها محروم می‌کردند، تنها برای آنکه به قله اورست برآمده تواند و نفر دیگر باشد با تمام قوت پیش می‌رود تا که از بیابان گذشته به واحه برسد برای یک قلت آب. و این آرزوی او بود و او خوشبخت بود وقتی که به آرزویش رسید. تو چی؟ و تو همه شده انا همین سیگار رو خاموش کردن لازم است و خلاص تو که به آرزویت برسی. فکر کن تو چی اندازه ضعیف هستی که از عهده‌اش برای راضی شو که ارزشی به آرزویت رسیدن از دیگران دیده کمتر است. بیا رفته چای نوشیم. ما بهوده شما رو دعوت نکرده ایم. اجازه دهید با مهمانان عزیزمون سید مراد و الکساندرا میننداری بیان کنم و امیدوارم که این ترینینگ آخرین در شهر ما و در منطقه ما نیست. و باز برای یک آخری دیگر من از خداوند متعال منت دارم. ایربال در حیات من تصادفاً پیدا شد و سالهای زیاد دوست بهترین من باقی ماند. محض با شرافت ایربال من قزاقستان را درک کردم و دوست داشتم و خود را یک قسم این سرزمین احساس کردم. محض در همین جا من مشقای انفرادی داده مربی مستقل شدم. ما همراه تمام زمین‌های حاصلخیز قزاقستان و قرقیزستان را دور زدیم. در گوشه‌های دوردست‌ترین و مهمان نواز این سرزمین افسانوی آموزش‌ها گذرانیدیم. یرلان من پرداخت میکنم تو باشه در اینجا مشغول شو. تمام فهمیده شد. سعید تو یگان آرزو داری؟ دارم. آرزو دارم کتاب خوبی نویسم و آدمان لازم. و برای به آرزویت رسیدن تو چی کار کرده ایستاده ای؟ بدونی هر آن کاری که میکنم به خاطر رسیدن به آرزویم میکنم، ولی خوب درک میکنم که راه به سوی آرزویم وقتی زیاد و طولانی را خواهد گرفت، ولی من باید این کتاب را نویسم. این آتشک همین طور خاموش نمی شود. چی برفی زیبایی می برد؟ آه تو تشکر. شنوندگان عزیز، امروز در بازار بحران است. کلمه بحران در چین با دو علامت نوشته می شود.
یکی معنای خطر را دارد، دوم امکانیت شکوفایی را. یعنی بحران بازار را از هواداران تازه می کند. حصه آنها به متخصصان کسبی می گذرد. آخر احتیاج ها از بین نمی روند. تنها آدمان به خریدن محصولات خدمت رسانی ارزانتر شروع می کنند. باور نکنید. او قلاب است. در اینجا چی گپ باشد؟ آخر من 2 بلیت خریده بودم. او را گوش نکنید. او از من پول بسیار قرضدار است. سید مراد دولت. خواهش دارم نگریز. انا دعوتنامه به سود. در اینجا چی گپ؟ نمیدونم. شاید با ما میفهمونید. هیچ گپ نه. حاضر معین میکنید. چرا؟ دوستانم، دیده چقدر از کسی قرضدار بودن دشوار است. چه خیلی که خواهند شما را تحقیر میکنند. ولی به شما اناتولی آفرین. اگر مقصد شما به دیگران گفتنی آن بود که از شما قرض دارم، به مقصدتون رسیدید. اکنون میتوانید روید. ولی اگر فکر دارید که کسی قرض را به جای من برمیگرداند، پس این در گمان است. کسی از شما به جای من پول را به او برگردانیدن میخواهد. قرض رو برگردونیم؟ قرض شما رو برگردونیم؟ چی ما رو ابلاغ ما کردید؟ البته نه. انا دیدید. ولی من در شاهدی همه این آدمان وعده میدهم که حتما قرضتان را برمیگردانم. هرچند خودتان نغز میدانید که شخصا من از شما یک تین هم نگرفتم. مادامی که چنین شد، از عهده‌داری دست نمیکشم. به شما کمی صبر کردن میباید. حالا به من اجازه دهید کار کنم و مشغولیتم را ادامه دهم. ما همه پولهایتان را برمیگردانیم. فهمیدم. او دقیق قلاب است. بسیار نغز. خوش آمدید. صحبتمان عاید بحران بود. گوش میکنم. بله این منم. شرم نمیداری؟ خودت را بنادانی در چی باره میگویید؟ خیلی خوب میدانی که در چی باره گفتنیم. من تو بر اینها را نقص میدونم. تو منو نمیفهمی که در آخر سخن آیدی چی میرود؟ من شما رو نمیفهمم. بیچاره من همین قدر سال مهنت کرد ولی تو باشی او را غارت کردی. قلاب تو حدی عقل میدونی که با مهنتی حلال پول کار کردن چی است؟ تو دیگران را به غم و غصه گرفتار کردن خود فایده من البته پولهایتان را برمیگردانم. چیزی رو نفهمیدی. دیروز با مادرم قسم که از کار آزادت میکنم. دیگر کس رو میگیرم. سعید کو اینجا بیا.
ما بگیر. سلام سعید. شوربا میخوری؟ بهترین. اوش شود. دستتون درد نبیند اون نوار خلا. البته. پلیس! خوش دویده شدی؟ خیز از جایت خیز خیز گفتم آدمت را یافتی ایستا راست رو ایستا راه گرد بینش انا همین طور بچه ها یک دقیقه توجه انا جین زند بیا تو زن اینجا بیا فقط سخت نزن بیا تو چی کار کردی؟ در کرد و خیر این خودش چی آفرین دوستی حقیقی آفرین مرد حقیقی بیاید یک دست دیگر بازی کنیم انا اینش رو انتخاب کن اوپا در آنجا چی گفت است؟ دستم رو شکستی بیا با من ده با من چی؟ با تو نیست فهمو؟ با سر میز بچه ها انا این با تو اینش با تو مادرم پخته فرستاده است اینش باشد با تو مرحمت بگیرید تشکر میبینم که جوانی خوبی اینجا با تو مشکل میشود میگویم اینجا برایت همه وقت در همه جا آدم بودن در کار است
نمیفهمم. فهمیدن لازم نیست، خوردن لازم است. شما 2 روز باز چیزی نخورده اید. کن اینجا بیا نباتی تو چی شما بچه ها اصلا تو رو خورده شما چیکار نکنه این شوخی بود بچه ها بس کنه نزنه خوش میکنم نزنه فقط به سبب نزنه خوش میکنم توبه کردم بس کنید خودسری را. باز کردم. چی گفتی سگی پیر؟ بقعی داری؟ تو چی گفتی؟ خودسری را بس کن میگویم. ماکس لازم نیست. من بعد میفهمونم رفتیم. همه خاموش. فهمو؟ خیلی که گوش سردار. چه انسانت. من آخر باری 4 است که اینجا میفتم، ولی هیچ به این وحشیگری عادت نکردم. تو یک با این بچه ها نگر ببین چطور آنها از یکدیگر فرق می کنند. آنها از کشورهای مختلف اتحادی سابقند. چی آنها را به هم آورده؟ آنها از روزی خوششان به اینجا نآمدند، برعکس به جستجوی حیاتی بهتری آمدند برای نیک و احوالی مادی. ولی چنین طرز زندگی یگان خوبی ندارد، ولی تو جوانی درست می نمایی. کوشش کن که نشکنند، روحت را نشکنند. میفهمی؟ مایلش میفهمی؟ وقت شاید میفهمی. مهمش آدمگریت را گم نکن. چیزی بر نمیگردد. خوبم آمد. آن مرد حق بود. با مرور وقت من فهمیدم که او به من چی گفتن میخواست. در حقیقت هم در دنیای مادی گم نکردن روحیه انسانی خیلی مشکل است. چگونه خود را در اقیانوس وسوسه ها گم نکرده وجدان خود را پاک نگاه داشتن ممکن است. خوراکتون خنک شد. کمی نصیبه کنید. اینقدر خودتون رو عذاب ندهید. با این احوال مسئله خود به خود حل نمی شود. ای اقلا کجاست؟ کی آخر؟ کجاست میگویم؟ چی میخواهید؟ شما اینجا چیکار میکنید؟ شما را میجوییم. شهروند دولتوف. این کیست؟ چی میخواهد؟ زیبا با اتاق دیگر گذر. کی آخر؟ چی میخواهد؟ با اتاق دیگر گذر گفتم. چرا به زنگ‌ها جواب نمیدید؟ من اینجا شب و روز کار میکنم تا مشکل را حل نمایم. ولی به نظر من شما تنها کوششی گریختن را دارید از مشکل ها و از من. این چه خودسری است؟ من
زنگ میزنم تا شما را به صحبت نوبتی دعوت نمایم، ولی شما به زنگ ها جواب نمیدید. اینجا آدمم تشویش میکشن. خاطرم که مبادا شما پیش از مهلت ما را ترک نکنید. سه‌شنبه ساعت رسان 9 میآیم. به درمانه و به زنگ‌های من جواب دادن این بر منفیت شماست. اینجا بیا. با این کنج دیوار. لباسایت را برار. تو چی کار شدی؟ لباسایت را برار گفتند. التماس لازم نیست. التماس لازم نیست. تو نه در ترکستانی خودت و نه در مهمانی مادرت. برخیز. خیز! خیز میگویم حرامزاده. برار لباست را. زودتر. زودتر گفتم. شیمت را برار. چی نگاه داری؟ برار. زودتر. زودتر. نغمه نکن. که بینیم اینجا چی است؟ خوب. خوب. فای افسار. دست ها. دست ها پسی سر. دست ها. دست ها. نجومیده است. آرامانه است. خوب. خوب. خوب خوب. بوی پول می آید. گفته که پول نداری؟ گوش کن شهروند دولتاف. طبق پروتکل امضا کرده تو به دستی ما به پول افتیدی و به پول از اینجا خواهی رفت. فهما؟ اکنون لباست را پوش و نیست شود اینجا. اوه نه این خیلی نمیشود. تو که اینجا بی پول رفتیدی و جریمه را پرداخت کرده نتوانستی و از این رو 1-2 هفته در قبول کنک مخصوص نشسته فکر کن که فریب دادن نمایندگان مقامات قانونی چی است؟ ابله حیوان.
بله اسکر. بله من وعده دادم کو. خیر نه همه چیز طوری صورت میگیرد که ما میخواهیم. ولی من وعده دادم. لینا ها آخر همین سحر 1 ساعت به شما فهموندیم. از اون که شما هر ساعت زنگ میزنید پول پیدا نمیشود کو. شما حتی نمیگذارید که من کار کنم. مونید حد اقل کار کرده پولهایتان رو برگردانم. میفهمم. ها الو بله 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 من گفتم که ما الکی آهسته آهسته جمع کرده ایستادیم. کم کم به نزدیکی. من نمیدونم که این کی ولی به همین نزدیکی ها ما آهسته آهسته پول ها رو برمیگردانیم. پول های همه رو برمیگردانیم. به شما وعده میدهم که برمیگردانیم. من الکی به تو 100 بار شدی زنگ میزنم. کی پولی منو میدی؟ پسرم پولهای فرزندانی مرا برگردان. تو وجدان داری؟ چرا ما رو فریب دادی؟ شما میدونید چقدر ما با این پولها نیاز داریم. پولهای ما رو برگردان. پولهایمون کجایند؟ پولهایمون رو برگردونید. من باری صدوم است که به تو زنگ بزنم. کی تو پولهای ما رو برمیگردونی؟ شما وعده داده که برمیگردونید. پولهای ما رو برگردان. پولهایمون کجایند؟ تو وجدان داری؟ چرا تو مرا فریب دادی؟ سعید مراد پولهای مرا برگردان. جان بیا بازی کنیم. التماس بیا رفته بازی کنیم.
چی گپ؟ تینجی است؟ چی شد؟ مادر جان پدرم میگیرید. مردک؟ من به تاجیکستان میروم به نزد مادرم. حاضر زود رفته به من چپته بخر. برای بلیت پول نیست. بازی میکنم. چه خیلی پول نداریم. آخر من میلیونرم، میفهمی؟ من با تو میفخرم بچم. اکنون تو مردی حقیقی شده ای. از افتش مرا نفهمیدید. من از آدمان پول زیادی قرض دارم. خودی تو حالا نفهمیده ای که چی واقع شده است. این امتحان است. خداوند مهربان این خیل سنجش را به تو روا دیده است و خودی تو از او داشت میبروی. اگر از مردم اینقدر پول قرضدار باشی میتوانی همون قدر پول کار کنی، قرضت را صاف کنی، شکایت را بس کن. رو قرضت را برگردون. تو باید این کار را حل کنی. اونگاه شخصی شده میتوانی که باید شوی. تو از عهده‌اش میبروی. به خودت باور کن. در راه احتیاط شوید. خباتر نشد. همش خوب میشه. سید مراد اینجا بیا جانی پدر. آه جانکی من، آه شیر بچه ای من.
همان بگاه من مادرم را از نزدیک شناختم. به نخست روشن احساس نمودم که چیسان او 10 نفر فرزندانش را به وای رسانیده است. در طول حیات مادرم هدفمندانه در من مرد واقعی را تربیه می نمود. هر قدم مرا راهنمایی می کرد و مهمتر از همه در وجود من به نیروی خود اعتماد کامل داشتن را جا کرده مرا روح بلند می نمود. مادر، این زن نازک‌اندامی ریزه پیکر همیشه الهام بخش من بود و محض همون شام پس از سخنهای او من با تمام وجودم احساس نمودم که چگونه مرا باوری و امید نیک فرا می گیرد. گویا من به تمام از بار غم ناامیدی رها شدم. بناخواست همه چیز در نظرم ساده و فهمانه بود. مینه‌ام دوباره چون مکانیزم خوب به کار درآمد و من مقصد خود را واضح و روشن می‌دیدم. تنها به آن رسیدن مانده بود و خلاص. دوستان عزیز، من شما را گمراه کرده نمیخواهم. وضع من در حال حاضر خیلی دشوار است. همه‌تون میدانید که من با اشتباه کلانی راه دادم، اما من نقشه عمل دارم و میدانم که این وضعیت را چگونه اصلاح کنم. من به کمک و دستگیری شما نیاز دارم. هر یک شما امروز باید برای خود قرار عاقلانه برآورد. آیا شما در آینده با من و در دسته من میمانید یا اینکه نه؟ اما کسی که امروز قراری با من ماندن را میدهد باید خوب درک کند که من به شما پرداخت کرده نمیتوانم. برای برآمدن از چنین وضعیت دشوار ما باید خیلی سخت کار کنیم. چه خیلی که میبینید وضعیت در حقیقت دشوار و باز نوابسته از قرار قبول کرده اتون میخواهم هر یک شما را برای همکاری منتداری نمایم. ما یک دسته خوبی بودیم. باور کنید چه قراری که نبرارید من شما را میفهمم. هر نفری که قراری با من ماندن را میکند فردا در همین ساعت بیاید. باقی توکلتان به خدا. ببخشید سید مرور رجبویچ، من نمیتوانم، اویله دارم. من میفهمم، همش خوب است. برای همش تشکر. تا فردا انتظار شدن چی لازم است؟ آماده‌ام، حاضر جواب دهم. من با شمایم سید مراد رجبویچ. تشکر. ما با شمایم. چیکار کنیم؟ تشکر دوستانم. من از شما منت دارم و آن کاری را که شما حالا برای من کردید هیچگاه فراموش نخواهم کرد. خوب بیایید از پس کار شویم. من نقشه دارم که از روی آن این مسئله را حل کردن ممکن است. من آن را طرح ریزی کردم. حالا سال 2008 است و اگر ما این نقشه را رعایت کنیم آنگاه تا سال 2013 از همه زیادش تا سال 2015 ما از عهده این وظیفه برآمده میتوانیم. همه گونه مشکلات تا دم پیدا شدن نقشه حل آن ما را پخش خواهد کرد. من نقشه پرداخت قرض‌ها و رفع بحران را ترتیب داده آن را به دسته خود پیشنهاد نمودم و ما به کار شروع کردیم. روزانه سمینار و شبانه پرواز. در عمل تطبیق کردن نقشه من به ما درآمد آورد و آن در نوبت خود امکان داد که تدریجاً قرض‌ها را پرداخت نماییم. من تاثیرناکی و ثمره‌ناکی سیستم خود را حس کردم. آن کار داد. درک کردم که قابلیت به دست آوردن پول کلان متناسباً با اجرای عهده‌داری‌هایم عاید به پرداخت قرض افزایش یافته است و فهمیدم که دیر یا زود تمام مشکلات مالیوی را حل خواهم کرد.
ولی تجربه و ملکه بی‌بها در من باقی خواهد ماند. چون ورزشگر پس از تمرین های خسته کننده روز به روز قوی‌تر می شدم و تمام نیرویم را به حل این مشکل روانه می کردم. روزها می گذشتم، قرض تا رفت کمتر می شد. تجربه اندوخته‌ام را با دیگران می دیدم و خوشبختانه آن وقت من چیزی به آنها می گفتگی داشتم. در برابر این یک لحظه هم آرزوی خود را فراموش نمی کردم. هر روز حداقل یک صحیفه یا یک مصرع باید می نوشتم. واقعه های اثر گذرانیدم برایم درسی بزرگی شدند. من باید تجربه گرفته‌ام را به دیگران می آموزاندم تا آنها را از اشتباه امین نگاه دارم. در چنین شرایط کتاب اولین من به دنیا آمد. آن روزها من در نبض قطعی کار کردن را آموختم و از همان وقت این اصول کار برایم طرز حیاتم گردید. سعید مراد رجبویچ. بله؟ نزد شما مهمانی مخصوص. مرحمت. روز بخیر. او آناتولی سلام. چی حال دارید؟ تو جایی که میدانم ما همه مسئله های مالی را حل کردیم یا اینکه باز یگان نیرنگی نوی فکر کردی؟ این رفت و آمدی به آخر به دادگاه و منع خارج شدن از قزاقستان. خب به فکرم تو یکی از اولین هایی که من قرضت را پرداخت کردم. سعید مراد رجبویچ، چیزی بود گذشت. کاهی کهنه را باد دادن چی لازم؟ من برای جنجال پس برای چی آمدی؟ من برایتون یک پیشنهادی مخصوص دارم. میخواهم که در دسته شما کار کنم. شنیدن این برایم خوش است ولی این به تو فایده مالی نمیارد. من حالا هم از آدمان قرض دارم. من میفهمم ولی این مهم نیست. با من چطور از وضعیت برآمدنتان پسند آمد. میخوام در دسته شما باشم و از شما آموزم. دوستان عزیز، از شما منت دارم که تو آخر در بر من ایستادید. امروز ما تمام قرض‌هایمان را پوره پرداخت نمودیم. مبارک شود. روز بخیر. مایور مینبایف شناختید؟ در حیرتم، مگر بین من و شما مسئله های حل نشده مانده؟ تنها یک تا. عجیب. من عادت ماندن مسئله های حل طلب رو ندارم. من این را میدانم جناب دولتوف. طول این سالها شما درباره من بسیار چیزها را فهمیدید. کارم چنین است. من نیز همه گونه کار را تا خلاصه منطقی میرسانم. خوب، شما متخصصی حرفوی هستید.
چولوکی شما تنها حسد بردن ممکن است. این دفعه از روی تفسیر شما من چه گناه کردم؟ من میفهمم شما برای به من خشم گرفتن حق دارید، ولی من به خطا گراه دادم و خودمان را اصلاح کردم. انا برای همین من به شما زنگ زدم. من نمیخواهم که بین ما نافهمی ها وجود داشته باشد. بسیاری از آدمان کاری ما را نادرست بها میدهند. با من روبرو شده مرا همچون دشمن خود قبول میکنند. اقرار میشوم که یک چند مدت من همینان چنین بودم، ولی این زیاد دوام نکرد. من شما را میفهمم. شما کاری خود را میکنید و در آن حرفه‌ای هستید. مثل شما جناب دولتوف، کاردانی در همه ساحه همیشه در من حسی احترام را بیدار میکرد. یعنی بین ما دیگر یگان مسئله های حل طلب نمانده است؟ مایور مینبایف همینطور؟ قریب که و من که ها باز علاقه پادپالکورنیک. تبریک میکنم شما را با این رتبه بلند. میدونید من میخواستم در مسئله مالی از شما مصلحت پرسم. شاید در سر یک پیاله چای نشسته صحبت میکنیم. باشد، من راضی. تشکر زیاد برای کار. تشکر. سعید مراد، آفرین به تو. از چنین وضعیت دشوار برآمده توانستی. اگر در جای تو میشدم من نمیدونم این مشکل را چگونه حل میکردم. تو میبودی با چنین حالت نمیافتیدی. نه این خیل نگوی. حالا زمان چنین است، هیچ کس از ناخوشی ها امین نیست. بهترش بگوی که کار بالای کتاب چگونه جریان دارد. من رو کی میخوانیم؟ کار کرده ایستادم. مواد زیادی جمع آوردم. به قریبی به انجام میرسانم. من خبری خوش دارم. تصور میکنی مرا به خدمت دولتی دعوت دارند. امیدوارم که این طور من به جامعه منفعت بیشتری میارم. چی میگویی؟ عالی است. اگر روزی شوی با کمال میل کمکت میکنم. مبارک شود. حالا بر وقت است. به هر حال تشکر. من در بشکک زمین خریدم. برای ساختمان بنای استقامتی همراه میسازیم. چی گفتی؟ تو با منی؟ این حتی محاکمه نمی شود. بچه ها صبح بخیر. خبرهای خوش داریم. خواهش دارم همه جمع شوید. دوستان عزیز، نهایت نوشتن کتاب خود را به انجام رسانیدم. سعید مراد، شدم که برای چاپ کتاب شما شرطنامه بستیم. باوری دارم که آن سرخریدارترین کتاب ملی خواهد شد. تشکر. من این رو خیلی زیاد انتظار بودم. 7 سال دراز دوستان. و کتاب نوی او در اتحاد دولت‌های مستقل چگونه باید میلیونر شد. 10 قدم به سوی حیات موفق. روسیه. اینک
مسکو 3 نوامبر سال 2019 تشکر به شما. تشکر بچه‌ها. خوانندگان عزیز و شنوندگان محترم که در سمینار و مشق‌های ما اشتراک میکنند، خوش آمدید به معرفی کتاب نو. زمانی بود که آرزوهای من برایم دست نورس می نمودند. آینده به نظرم تاریک و ناروشن بود و یک جوان اذیت کشیده کوهستان به مشکلی ها نگاه نکرده توانست صاحب تقدیر خود شود. بوری در این خرک نشسته من فهمیدم که حیات برای آدمان نیرومند است. آن را باید سزاوار شد و هر نفری که امیدش را از دست می دهد او را نابود می سازد. برای انسانی سزاوار شدن کسی خلل رسانیده نمی تواند. راه خود را پیدا کنید. از همه اساسش تسلیم نشوید. برای خود، برای بخت خود مبارزه برید و آن را به دست دارید. من همیشه به آدمان باور می کردم و تمام عمر برای به باوری آنها سزاوار شدن کوشش می کردم. من درک نمودم. آنی که امروز هستم نتیجه انتخاب‌های در گذشته نمودم است. تقدیر هر یک انسان ثمره انتخاب‌های پیشینه اوست و مهم نیست که خود او این را درک می کند یا نه. ای خدای متعال، مدد کن. تنها تو از حال من خبر داری و میدونی که در چی وضعیتم. مرا به راه راست هدایت کن. من میدونم و باوری دارم که روزی همه‌اش خوب خواهد شد. فیلم به خاطره نیکی عزیز ماه رجب و بخشیده می شود.